салому алайкум бинандагони азиз, мухлисони доимии барномаҳои телевизиони сух. Мана дирӯз қарори президенти Республикаи Ӯзбекистон дар бораи гузаронидани моҳи шарифи Рамазон қабул гардид ва мо албатта дар арафаи моҳи Рамазон қарор дорем ва ба ҳамин хотир имрӯз ба студии телевизионии сух имоми масҷиди Тоҷмаҳал домулло Муҷибулло Атаевро даъват намудем. Мана домулло, дар ҳақиқат ман вақтҳои охир дида истодем ки дар марҳалаи нави тараққиёти ватани азизи мо ба масъалаҳои арзишҳои миллии динии мо эътибор, таваҷҷӯҳ то рафт зиёд мегардад ва афзоиш меёбад ва умуман озодии дин имрӯз дар Ӯзбекистон баръало таъмин гардидааст. Ва мана моҳи шарифи Рамазон ҳам фаро расид ва мехостем дар ҳамин бора гуфтаниҳо дошта бошед, нақл мекардем. бисмиллаҳи раҳмони раҳим. به نام خدای بخشنده و بخشاینده مهربان. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم بینندگان عزیز، مهمانان انشاءالله گرامی قدر. البته این ماه مبارک، ماه شریف رمضان، الحمدلله از پگاه سر کرده. خدا خواهد انشاءالله در تمام دنیا انشاءالله خدا خواهد جلوه می‌دهد و تمام انشاءالله مؤمن ها، مسلمان ها انشاءالله این روز آرزو میکردن و این روز انشاءالله به خرسندی، به خوشبختی انشاءالله، به چهره شده، به دل شده انشاءالله خدا خواهد پیشواز گرفتنش سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. اما عزیزان را تبریکات کرده و چنین گفتنی هستیم: ماه برکات ز آسمان آمد، صوت خوش و قرآن و اذان آمد. تبریک به مؤمنان عاشق، بوی خوش عطر رمضان آمد. هموطنان عزیز، همه شما را بخشیده به فرارسی ماه مبارک شریف رمضان از صمیم دل تبریک و مبارکباد گفتم. به شما زندگی با سعادت و فیض و برکات روزگار را تمنا دارم. به همه شما خوشبختی و نیکوروزی، موفقیت و برار و کامیابی ها در کار و زندگی، دل شاد و خانه آباد، بخت و اقبال بلند، وحدت و یکپارچگی و تینجی آرامی را از خدای بزرگ تمنا دارم. ماه شریف رمضان به هر یکی ما شما عزیزان و به تمامی کل دنیای مسلمانان اله مبارک باشد. شاعر میگوید: ماه رمضان آمد از سوی بهشت، خواب آمد به مشام مؤمنان بوی بهشت. هر کس که در این ماه دلازاری کرد، نه روی بهشت بیند و نه بوی بهشت. البته درست تاکید نمودید، دلازاری، مردم آزاری این گناه عظیم است میگویند و سعدی بزرگوار میگوید که به دست آوردن دنیا هنر نیست، یکی را گر توانی دل به دست آر. واقعا ماه شریف رمضان ماه همبستگی، ماه یکدیگر فهمی، ماه خیر و سخاوت می باشد و در قانون شریعت من ترتیب گذرانیدن ماه شریف رمضان چگونه است، از ما مسلمانان چه ها طلب کرده می شود در این ماه؟ خب البته این ماه پرفیض است، ماه پربرکات است. طبق سنت‌های رسول الله صلی الله علیه و سلم باید که ما عمل نماییم انشاءالله. اولا هر یکی ما و شما انشاءالله روزه که می داریم برای الله باشد انشاءالله خدا خواهد. یعنی این فرض الهی است. اسلام عزیز 5 ستون دارد، یکی ستونش الحمدلله همین روزه است. یعنی چقدر که خانه های ما و شما با ستون میستد، همین انشاءالله دینم 5 ستون دارد. یکیش الحمدلله در یک سال یک ماه داشتن ماه شریف رمضان هم فرض است هم قرض است از جانب الله. این سنجش الهی است. الله سبحانه و تعالی در یک ماه ما شما را
میسنجد. باید که انشاءالله خدا خواهد ما شما در این ما یکم چخیلی گفتیم که دلازار نباشیم، مبادا از یگان کسا خدا خواهد قری باشیم، یگان کسا به زبان آزار داده باشیم، یگان به دست آزار داده باشیم، یگان کسا یگان رفتار و گفتار کتی باید که یکدیگر را بخشیم انشاءالله خدا خواهد، چون که الله سبحانه و تعالی بخشنده را دوست می‌دارد. تحب العفو، خدا یعنی عفو کننده های عفو کردگی را انشاءالله دوست می‌دارد. اولا در این ما از دیگر انشاءالله عذر پرسی کنیم، یا دیگر انشاءالله مبارکباد کنیم، یا دیگر انشاءالله تبریکات کنیم انشاءالله خدا خواهد. من انشاءالله از این شب سر کرده یک خرسندی بزرگی در تمام گوشه کنار مسلمان ها الحمدلله، یعنی بانگ خدا خواهد قرآن، یعنی انشاءالله بلبلان محمدی صلی الله علیه وسلم در این خدا خواهد یک ماه چق میکنن انشاءالله خدا خواهد، مؤمنان راحت میکنن. ما هم باید که انشاءالله از این روزه ها با یک خرسندی، با یک چهره شاده، با یک دل انشاءالله شادی باید که انشاءالله خدا خواهد پیش باز گیریم. الحمدلله من ببینید دو خرسندی است میگه برای روزداران. یکی در وقت افطار ببینید ما بالای میز ما همه این ناز و نعمت تیار میکنیم، لیکن فرمان انشاءالله الله انتظارش میستیم. در همین حالت الله میگفت است که ببینید بندگانی من ببینید که امروز از ترس من جرأت نمیکنن که برای نعمت من دست دراز کنن. ببینید یک خرسندی الله از ما و شما خرسند میشه، شادی میکنه انشاءالله خدا خواهد. و یکی انشاءالله خدا خواهد در وقت انشاءالله خدا خواهد یعنی خواندن کردن عبادت و روزه گشایدن ها چی است انشاءالله خدا خواهد بسیار بسیار خرسندی است. باید که ما و شما چیزی که داریم انشاءالله خدا خواهد بالای میز حاضر کردن سنت است برادران. چی که داریم از ناز و نعمت، چون که چشم آدم گشنه میشود. بگین خدا آرزو میکنیم که سه باشد، آرزو میکنیم امروز الحمدلله ببینید همه ناز و نعمت خداوند فراوان دادگی است. الحمدلله این نعمتان شکرانه در کار است. الحمدلله به عدد شکر. امروز گرچه گشنه نیست که مگر انشاءالله خطا نمیکنیم، چون که الله تمام نیاز نعمت برای دنیا برای ما شما داد. فقط شکرانه در کار انشاءالله خدا خواهد، صبر در کار عزیزی من. البته من در اساس توصیه اداره مسلمانان ازبکستان قرار پرزیدنت رسپوبلیک ازبکستان قبول گردید و در آن البته گفته شده است که ماه شریف رمضان از پگاهیانه از روز سر می شود و البته مردمی ما را عادت شده است که با فرارسی البته ماه شریف رمضان خیر و سخاوت می کنند، در خاندان ها افطارها تشکیل می کنند. من ترتیب گذرانیدن افطار چه خیلی است از نقطه نظر دین مبین اسلام در این باره حرف می زده. سبب بعضا در گذراندن افطارها با اسرافکاری ها و دبدبه های بیهوده راه داده ایستاده اقرار شدن در کار است. البته خب طبق انشاءالله خدا خواهد البته یک روزه داره، یعنی روزه گشایدن سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. خودش منطقی سخن اگر فهمیم یعنی روزه گشافتگی آدمای روزه داره روزه گشا کردن خودش. ما شما خیلی نیستیم، ما شما همه محله را فیراد میکنیم انشاءالله خدا خواهد. چی دبدبه ها چی وی ها از این دبا افضل ترش میدونیم برادر چی است. همین چیزا کار اسراف نکرده یک بیوه و بیچاره ها در خدا خواهد خیر کنیم. این اعلا بالای نور بالای نور است. چیزی که اگر اسراف میشود حرام میشود، چون خداوند میگه استعیذ بالله کلوا واشربوا ولا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفین. یعنی شما بخورین بیاشومین اسراف نکنین، چون که خداوند اسراف کنندگان رو دوست نمیدارد، یعنی دشمن میدارد. در همین خیرات ها انشاءالله خدا خواهد کم تر باشد هم انشاءالله خدا خواهد میگیم که آز باشد و ساز باشد انشاءالله. طعام هم خدا خواهد کم باشد و شیرین باشد انشاءالله خدا خواهد. یا که موی سفیده خدا خواهد انشاءالله پرفیض و یک کسا را نزد دعوت کنیم. یا که انشاءالله خود در همین ماه عیناً بیوه ها بیچاره ها کمبغل ها محتاجان در خیر احسان میکرده ماه هست. حتی میگن که بزرگان گفتن که در همین ماه زکات پول حساب کن، بشینو یعنی جمع کن زکات حساب کنو چیکار کن از همون پولت برآورده در این ماه خیر کن، چون که ماه خیر است، ماه احسان است. از اون دبدبه‌های بیده این عمل کنن. ولی که در اون موضوع یک برنامه گفتیم که اگر کاری که برای ریا می شود و الله اجر نمی‌دهد، چون که ریا و شرک کن، ریا هم شرک است. از ما و شما بسیاری کارامو خود نشانتی است.
بسیار قسم دبدبه است. اگوان پول دور بده است، چیل دور بده است، این خیلی کرده است، اون خیلی کرده که زنها در مینی میکنه اوش اینو مسابقه شده برفت. این آنها مسابقه شده برفت. بجای این برادر خدا خواهد اکونومیک زندگی را ما میبرداریم. پیامبر بزرگوار میگن صلی الله علیه و سلم اگر شما در زندگی بارجه کار کنین هرگز کمبغل نمیشوید. باعث کمبغلی ما، باعث محتاجی ما همین چی است؟ همین آبروها است. محبت اقبال لاهوری اکسنه که قوم را آبرویشان برباد داد، ای 200 لعنت بر این آبرو باد. ما هم خیلی آبرو گفته امروز ماشین خوب سور نشدستیم، آبرو گفته بچه هم نخونونده نتونسته سادیم، آبرو گفته خدا خواهد لباسای خوب پوشیده نرفتستیم، آبرو گفته بیچارهای کم پغرمون همون نفقه که حکومت میتید هوای هم فقط در چی خودنشانتی اسراف کردیم. این بسیار گناه بزرگ است، بسیار گناه سخت است. الله نگه دارد. ما آرزو میکنیم که این دبدبه ها را نکنند، کمتر خدا خواهد باشدم، کمک خوب کرده خدا خواهد در دور آیله خدا خواهد انشاءالله. من خیش تباره افضل میگه خیرات برای خیشون است، خیش و تبار است خدا خواهد، امشون است، خالشون، تاغاشون است، انشاءالله خدا خواهد همون سکار را دعوت کنند در یک بالای میز. الا نباشد خیر کنند اوین خوبتر میشد، چون که او خیر فقط الله میبیند. چون که ما میگیم یعنی با دستی راست دستی چپ نفهمد چی معنیه؟ چون که این غضب خدا خاموش میکنه، چون که فقط خدا میدند. یک بیگ سرک ببری خدا خواهد پیشه که داری کم، حتی که بزرگ گفتن که دروازه شش تق تق پیش درش نمون که خودم نشناسم با افضل ترین خیر است، با خوبتر است. این کار کنم برادر نور بالای نور میشد. او دبدبه های بی معنی. در کدام یک کتابی خوانده بودم که در اطراف دسترخوان خیر و احسان نشستن ثروتمندان و ننشستن احتیاجمندان این فاجعه است و یگان خیلی عملی ثواب ندارد. درست است؟ درست است، چون که ما خیر برای کم بغل ها کردن نکار. یعنی که در این دنیا الله سبحانه و تعالی یعنی کم بغل ها را میراثخوری بای ها کرده است. یعنی کم بغل ها را میراثخوری بای ها، یعنی با توفیل همون خیر احسان الله سبحانه و تعالی در یعنی ملک و دولت اون انسان الله برکات میده، چون که وای محتاج است و از تحت دل دعا میکند. رسمی؟ و چون که خدا خواهد میگه که خیر در جاش کن که همونجا لازم باشد. یه مثال همونجا یعنی محتاج باشد. من برای مک و میگم حضرت موسی علیه السلام الله سبحانه و تعالی گفت ای موسی اگر مهمانی من حرمت کنی دیدار من نشونت میدیم روز قیامت، اگر مهمانی خود حرمت کنی جنت میدیم. گفتن مهمانی تو کیه؟ مهمانی من کیه؟ مهمانی تو گفتن کسی که دعوت کرده میایی و مهمانی تو است. کسی که ناخواست میآید انشاءالله خدا خواهد و یعنی مهمانی من است. گفتن پگه من گفتن پیش خودت مهمان نشان. خدا گفت حضرت موسی پگه قومش جمع کردن، مریداش جمع کردن، ضیافت آراستن، همه انتظار که ساعت 12:00 الله می آید. وقتی که در همین ساعت میگه یک کمبغلی لباساش کندگی می آید، حضرت موسی میگه این بیچاره را میگه یک طرف کنه که الله می آید، میگه یک طرفش میکنن ساعتی معین شده نمی آید. پگه کوی تور میراد این موسی کلیم از با خدا گم میزد، میگه خدا آن وعده کردی که ساعتی 12 من مهمانت میشم نرفتی. های گفت موسی اون بیچاره که برفت من در دید هوای بدم، هوای من بدم. اگر هوا حرمت میکردی البته دیدار نشونه میدادم. برای آدم بها داده نمیشود. کس نمیداند میگه در این بحری عمیق سنگ ریزه قدر دارد یا من قدرم بلند است یا او محتاجه یا او بیچاره را نه الله میدوند. لیکن انشاءالله و یا را حرمت کردن و یا را عزت کردن و یا را خیر احسان کردن دعای و یا کتی عمر مونده رزق مونده انشاءالله خدا خواهد خاندان ده انشاءالله برکات میابیم. الله بطفل دعای ها این بایا را مالهوش دو چندان کرده الله میتید، چون که وای از تحت دل دعا میکند. خدا از محتاجی نگه دارد. یک تا محتاجی کویش میگم، یک در زمان قدیم یک
زن و شوهر اوقات خوردمستن تعام که ناخواست یک کمبغل دوست میکشد، میگه کسی هست که در راه خدا برای ما تعام تیاد. حتی الله سبحانه و تعالی سوره زحان ده استعیذ بالله ولا ترد السائله، ای محمد کسانی که نزد خانه یگان چیز پرسیدن میاد و یارا محرم نکن. گفت تاکید کرد پیامبر صلی الله علیه و ماندم این چیز تعلقاتی داره ما امتان ده. بعد گفت که برو پیشش که گفت سرسکه خوشم مغبریان خود دست دادن نشین. برای گفت زنش گفت که دف شو در کار نیستی تو نه کم بغلی بیزار کردی که اینن میای وید میال میگیم که درو. بعد میرود و یک زمان میگذرد همین مرد بانکروت میشود، به چیز میشود، زنش میپرتید میرود و دیگه شوهر میکند. کم بغلی بسرش میاد گوش نمیماند. بعد سکین هم در مردم میرود. ولی میگو خنده پیش 40 سال مرفوزی 40 سکوند هم نرفته است. الان نشانه میده در همین دنیا. اندیشه کردن لازم است. ولی بعد وقتی که اینا اکنون شوهرش که زن گوشبریان خودم هستن که یک باره این دوست کشیده میاد. بعد میگه زنک همین آخو گوشبریان دوریم که هم بیچاره نتیش برش در خدا خیرش که میگه همه خیلی میبروره که شوهرش است. بعد آبی دست میگم مردک نگفتودم که همین ستیم نکردی دیدی این بسرت اومد. میگه دو گریسته میدرد که بعد شوهرش میگه زنک چی شد؟ میگه برای چی گریسته شده؟ میگه همین نزد دروازه ما اومدگی شوهری من به دست میگه که ایاد نبرو من دروازه شما رفتگی من بدم. خدا را دیدی میگه چی کار کرد؟ در یک دقیقه خدا خواهد بی پولت میکنه، در یک دقیقه پول دارد میکنه به هر چی خواهد. برای این ما و شما خدا خواهد کم بغلکا با چشمی نبینیم، چشمی مثال با چشمی بعد با دلی انشاءالله بعد نی و یا بیچاره محتاج روزی میشد ما هم محتاج میشیم. این خدا هست، خدا قدرت دارد، او سلطان هر چی خواهد او کند. خواهد در یک دقیقه یک تا بیماری میتید او خدا خواهد انشاءالله یک تا او کل یک بیمار که هم صحبت شدم میگه داملا جان دلم کسل بود، میگه در یک اوکالم 700,000 است. اگر علای درد 10 سال بتید با تو فعلی همون کم بغلا را چیز و چاره دادن و خیر احسان کردن الله از بدن ما شما بیماری را دور میکند. آفت من از صدقه تو ترود البلا و تزید العمر میگه، حتی صدقه بلا را رد میکند عمر را دراز میکند. پیامبر بزرگ صلی الله علیه و هیچی نداشت، نکی الان چقدر داشت روی خدا نچکش میکرد. باید که ما هم مثل ویها سخاوتمند باشیم، ما هم باید که کم بغل نواز باشیم، بیچاره نواز انشاءالله باشیم. الله شاد میشود خدا خواهد. طوری که رودکی بزرگوار میگوید مردی نبود فتاده را پای زدن گر دست فتاده بگیریم مردی. واقعا در دین مبین اسلام نوازش کردن کم بغل، دست مدد دراز کردن به محتاجان و احتیاجمندان از عملهای بهترین، از عملهای ثوابترین به شمار می رود. و اگر بینیم امروز سیاست کنونی ازبکستان هم همین مسئله را به درجه بلندترین گذاشته است. من در دوام 3-4 سال آخر با تشبث پرزیدنت شوکت میرزیویف در ازبکستان یک مسئله مهم، یک حرکت مهم، تشبث مهم رفته ایستاده است. این هم باشد از کم بغلی برآوردن عائله های احتیاجمند. اینم می‌دونید از یعنی حدیث ها الحمدلله از آیات ها گرفته شده. جناب عالی طبقش حرکتاش مثل حضرت عمر است. همین عمر هم بیچاره نواز بود، کم بغل نواز بود. یکی هاش میگم حضرت عمر شتگی بودن که از آذربایجان پادشاهش مخصوص حلوا میفرستند، حلوای تر. بعد میگه که برای عمر نبته. میآید که عمر در بالای خس و خاشاک خواب است. یک چپان داشت بیچاره، 125 دولت نه پرزیدنت بود، لیکن یک چپان داشت 12 یماق داشت. بعد آمده که در بالای علف خواب است، بالای خزانه خرمانده. گفتم چی بیا مهمان قبولش کردم. گفتن چی آوردی بچه‌م؟ گفتن همین حلوا را مخصوص پادشاه آذربایجان میخورد، همین برای شما هدیه کرد. حضرت عمر یک سخنی خوب میگن، قسم به خدا که میگن اینجا قوم مردم گشنه باشه و عمر حلوا خورد. اگر رفته گو شوت دیم باری کلمت رفته کلش میگیرم. یه بیچاره اون دینته برگوش نم کم بغل کوی بیچاره نته. حتی که دین اسلام بزرگای اسلام که دویم وزیر محمد صلی الله علیه وسلم چی بود؟ کم بغل نواز بود، بیچاره نواز بود. شاعر میگه که دل به دست آور که حج اکبر است. یک دل بی آزار
از هزاران کعبه بهتر است. کعبه بنیادی خلیل آذر است، دل نظرگاهی جلیل اکبر است. انشاءالله الله دل ما شما ندونه. اگر دل بیاره ما شاد کنیم، الله انشاءالله خدا دل ما شاد میکنه. مولای میگن که چرا بر حق نبخشی قرض و احسان، ببینی به فردا جودی سبحان، تو میمیری احسانت نمیرد، زی تنگی های محشر دست بگیرد. های بندیک میمیری فقط نکو احسانکای کرگیات خیرای کرگیات نمیمورد. یا که گیم که کوپروک ساختی، یا گیم که مسجد ساختی، یا گیم که راه ساختی، باغچه ساختی، مکتب ساختی، انشاءالله خدا خواهد این صدقات جاری است. یا که یک کمبغل خدا خواهد یک مال خریده دادی، یک گوسفند خریده دادی، یا گیم که یکان خونش یک کمتر ریمون کردی، خودت مریم احسان نمیمرد. البته ما میمریم روز میاد خدا خواهد انشاءالله ثوابش در عالم برزخ در قبر و انشاءالله خدا خواهد دستگیری آخرت میشه. ببینید البته این کارا را کردن برای هر یکی ما و شما چی است؟ البته سنت الهی و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. رحمت دوملا برای صحبت‌های پرمضمون ماه شریف رمضان برای شما نیز باری دیگر مبارک باشد و البته باور داریم که تماشابینان از این صحبت ما خلاصه‌های ضروری برآوردند و این گفته‌های شما عمل می‌کنند، زیرا به اسرافکاری راه ندادن، به گفته‌های بزرگان رعایت کردن این انسان را به سعادتمندی میبرد. بینندگان عزیز، بار دیگر ماه شریف رمضان مبارک باشد. برنامه‌های ما دوام دارد، ما را ترک نکنید.